بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با ادامه آموزش رایگان فریمورک کیوت در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. همین ابتدای امر به خاطر گرفتگی صدام ازتون عذرخواهی میکنم. به هر حال فصل زمستان هستش و سرماخوردگی و آنفولانزا و امثال اینها و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. کمی کسالت داشتیم، اما به هر حال به عشق این که دوست دارم هرچه سریعتر آموزش ها در اختیار شما دوستان عزیز قرار بگیره و شما از این آموزش ها استفاده بکنید، ترجیح دادم با همین صدا بیام و آموزش رایگان کیوت رو براتون آماده بکنم. داریم ویجت ها رو در موردشون صحبت میکنیم، نحوه چگونگی استفاده از ویجت ها رو آموزش میدیم با مثال های عملی. امیدوارم که به بزرگواری خودتون بنده رو ببخشید. در این بخش از آموزش میخوایم بریم سراغ ویجت گرید لایوت. پس من این قسمت بچه‌ها گرید لایوت رو مینویسم نکست و میخوام به صورت کیو میک باشه. از مین ویندو استفاده میکنم. در ادامه میام نکست رو کلیک میکنم. در این قسمت کیت دسکتاپ رو انتخاب میکنم و نکست رو میزنم و در انتها هم فینیش رو کلیک میکنم تا پروژه برای من ساخته بشه. در بعضی مواقع زمانی که یک پروژه‌ای رو میسازید پوشه ها به درستی اینجا ایجاد نمیشن. این میتونه مشکلات سیستمی باشه. بعضی وقتها هم این قسمت دات پرو شما مشکل داره که من با اضافه کردن یک خط کد میتونم بیام و این مشکل رو با استفاده از اضافه کردن کنسول به کانفیگ خودم حل بکنم. وقتی این خط رو اضافه کردم در این قسمت میام از این چکش استفاده میکنم تا پروژه رو بویلد بکنم، یا بهتر بگیم ریبویلد بکنیم که پوشه های مورد نیاز این پروژه ساخته بشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب اجازه میدیم به صورت کامل بویلد بشه. این اتفاق افتاد. الان پروژه آماده است. میام و در این قسمت از قسمت فرم ها مین ویندو رو باز میکنم و میرم سراغ بحث استفاده از گرید لایوت. بچه ما در رابطه با ورتیکال لایوت، هوریزونتال لایوت صحبت کردیم، مثال های رو کار کردیم و حالا میخوایم در رابطه با گرید لایوت صحبت بکنیم. ما اگر بخوایم به صورت گرافیکی این کار رو انجام بدیم و از این ویجت استفاده بکنیم، خیلی ساده. فرممون که باز شد از این قسمت میتونیم اون رو بیاریم و روی فرم قرار بدیم و در فرم خودمون برای چیدمان شبکه‌ای ازش استفاده بکنیم. خب به صورت کلی گرید لایوت بچه‌ها یکی از لایوت های فریمورک کیوت هستش که این امکان رو به شما میده ویجت ها رو بیاید و در یک ساختار شبکه‌ای به صورت ردیف ها و ستون ها قرار بدید. مثل جدول این کار رو میتونید انجام بدید. خب این نوع چیدمان برای ایجاد فرم های کاربردی و مرتب بسیار بسیار مناسبه که در ادامه با پیاده سازی یک مثال این مورد رو به عین مشاهده خواهید کرد. به صورت کلی یک سری ویژگی ها داره که این ویژگی ها رو شما میتونید بیاید و روی کاغذ یادداشت بکنید. اول از همه گرید لایوت بچه‌ها ساختاری شبکه‌ای داره که امکان قرار دادن ویجت ها در ردیف ها و ستون های مشخص رو در اختیار توسعه دهنده قرار میده. به صورت خودکار گسترش پیدا میکنه، یعنی اندازه ویجت ها میتونه با تغییر اندازه پنجره هم تنظیم بشه. قابلیت ترکیب با سایر لایوت ها رو داره، یعنی میتونه از این گرید لایوت برای ترکیب کردن با سایر لایوت ها استفاده بشه به صورت کلی. و بحث دیگه هم یک موردی که ما زیاد در موردش صحبت کردیم بحث استفاده از اسپیسینگ هستش که انشاءالله وقتی بهش برسیم به صورت کامل صحبت خواهیم کرد. از این موارد مربوط به فاصله گذاری ها هم به راحتی استفاده میکنه، یعنی تنظیم فاصله ها بین ویجت ها. و به صورت کلی ما برای استفاده از کلاس گرید لایوت هم میتونیم بیایم به صورت گرافیکی این کار رو انجام بدیم، هم میتونیم بیایم و از برنامه‌نویسی یا کدنویسی استفاده بکنیم که هر دو روش رو من به شما دوستان عزیز آموزش خواهم داد که انشاءالله بتونید از دو روش در صورت نیاز خودتون استفاده بفرمایید. خیلی خوب،
بچه ببینید وقتی من میام و یک گرید لایوتی رو اینجا قرار میدم، این گرید لایوتی که اینجا قرار میگیره برای تنظیم چیدمان شبکه‌ای سایر ویجت ها به کار میره. یعنی اینکه من میتونم بیام اینجا فرض مثال یک پوش باتون قرار بدم، بعد از اون میتونم در کنارش بیام و یک پوش باتون دیگه قرار بدم، در ادامه فرض مثال میتونم بیام و یک چک باکس قرار بدم. حالا این قسمت این موارد رو به صورت شبکه‌ای قرار دادم، بعد از اون میتونم بیام و زیر این قسمت دو تا باتون دیگه اضافه بکنم و اینجا بیام یک چک باکس دیگه هم قرار بدم. حالا در ادامه میتونم بیام مثلا از لیبل اینجا استفاده بکنم، این لیبل رو قرار دادم، بیام و کار دیگه ای که میخوام انجام بدم فرض مثال بیام از لاین ادیت استفاده بکنم. در مورد این ویجت ها صحبت خواهیم کرد، اصلا نگران نباشید دوستان عزیز. و میتونم بیام مثلا چیز دیگه ای که قرار بدم، دوباره یک پوش باتون هم اینجا اضافه بکنم. میبینید که در این قسمت ما الان یک شبکه‌ای داریم که دارای سطر و ستون هستش و این از ویژگی‌های اساسی استفاده کردن از گرید لایوت هستش، یا بهتره بگیم که ویژگی‌هایی هستش که در گرید لایوت ما میتونیم ازشون بهره بگیریم. حالا در این قسمت بچه‌ها اگر من خود گرید لایوت رو بخوام کوچک یا بزرگ بکنم، به راحتی میبینید که این فاصله ها با بزرگ یا کوچک کردن این پنجره مربوط به گرید لایوت تنظیم میشه. به این زیبایی من میتونم بیام و چیکار بکنم؟ به راحتی یک ساختار شبکه‌ای برای ویجت های خودم ایجاد بکنم. این اولین روشی هستش که ما در بحث استفاده از گرید لایوت باید یاد بگیریم. پس ما به راحتی میتونیم بیایم و از این قابلیت برای ساختار شبکه‌ای ویجت ها استفاده ببریم. خیلی خوب، من یک اجرا بگیرم که شما ببینید در خروجی به چه شکلی به ما نمایش داده میشه و بعد بریم سراغ نوشتن کدها و ایجاد این ساختار با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی. دوستان این ساختار رو نگاه بکنید به چه ترتیب و به چه زیبایی کنار هم قرار گرفتن و اصلا هم تکون نمیخورن. اگر من این قسمت رو هم بزرگش بکنم میبینید که اینها در کنار هم در یک ساختار شبکه‌ای قرار میگیرن. خیلی خوب، من بیام و از این قسمت این مورد رو به صورت کلی حذف بکنم و برم سراغ نوشتن کدهای برنامه‌نویسی و با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی این ساختار رو به یک شکل دیگه‌ای که میخوام مثلا فرض مثال یک کاری برای من انجام بده برای شما دوستان عزیز پیاده سازی بکنم. خب در این قسمت میام و فایل هدر هایی که نیاز دارم رو به برنامه خودم اضافه میکنم که در این قسمت ابتداً میگم که اینجا Q گرید لایوت رو میخوام. دوباره این قسمت میام و شارپ رو مینویسم، include، در ادامه Q لیبل رو اینجا قرار میدم و فراخوانی میکنم و بعد از اون دوباره میام include رو مینویسم، Q لاین ادیت رو، البته بچه ها لاین ادیت رو باید اضافه بکنیم، در ادامه include Q push باتون رو همینجا اضافه میکنم که از این ویجت ها بتونیم در گرید لایوت خودمون استفاده ببریم. خب در ابتدای امر بچه ها میام و در قسمت پرایویت اینجا یا بذارید بچه من یک کاری انجام بدم و اون هم این هستش که ببینیم اینجا خب کیو ویجت رو داریم، نیازی نیست بیایم و کلاسش رو فراخوانی بکنیم. میام در این قسمت میگم که کیو بیداد ویجت فراخوانی بشه. از روی این کلاس یک اشاره‌گری به نام سنترال ویجت مدل سازی میکنم. Q
گرید لیوت رو هم فراخوانی میکنم به صورت اشاره‌گر. چرا اینطوری شدی؟ خیلی خوب، کجا رفت؟ کیو گرید لیوت و این قسمت میگم که باشه لایه من یا لیوت. در ادامه اینجا کیو لیبل رو فراخوانی میکنم، یک اشاره‌گری به نام نیم لیبل مدل سازی میکنم. بچه ها ببینید من چرا در مورد این مدل سازی ها صحبت نمی کنم؟ به دلیل اینکه این مباحث برنامه نویسیه، یعنی مدل سازی کردن یک شیئی از روی یک کلاس، حالا به صورت ساده یا به صورت اشاره‌گر. اینها همه در دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته C++ به صورت 0 تا 100، از ابتدا تا انتها، از مقدماتی تا پیشرفته، به صورت جامع و کامل آموزش داده شدن و دوستانی که دوره آموزش برنامه‌نویسی مقدماتی تا پیشرفته رو ندیدن الان در این قسمت به مشکل برمیخورن و من نمیتونم بیام اینجا در رابطه با این اشاره‌گرها صحبت بکنم. پس بهتون پیشنهاد میکنم دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته C++ ما رو حتما ببینید. این دوره یکی از جامع‌ترین و کاملترین دوره‌های آموزش برنامه‌نویسی در ایران و حتی میتونم ادعا داشته باشم در دنیاست، که به ضرس قاطع میتونم این ادعا رو داشته باشم که شما با استفاده از این دوره میتونید تا بیش از 70 الی 80% به مباحث برنامه‌نویسی به ویژه زبان برنامه‌نویسی C++ مسلط بشید. پس مطمئن باشید استفاده از این دوره میتونه خیلی زیاد به شما کمک بکنه. خب الهی شکر که تونستیم این دوره رو جوری پیش ببریم که شما دوستان عزیز و عزیزان دیگه‌ای که از این دوره استفاده کردن یا میخواید استفاده بکنید در هر صورتی ازش رضایت داشته باشید، چون تمام سعی و تلاشمون این بوده این دوره کاملی باشه و همینطور هم بوده و خدا رو شکر خیلی از بچه‌ای که این دوره رو خرید کردن الان در حال تدریس زبان برنامه‌نویسی C++ هستن و این برای ما افتخار بسیار بسیار بزرگی هستش. قیمت زیادی هم نداره، یک دوره نزدیک به 100 ساعتی که الان میشه راحت 6 الی 7 میلیون تومان به فروش برسه، برای اینکه خیلی بهتر و خیلی ساده تر در دسترس شما عزیزان باشه و شمایی که هم توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین ندارید بتونید به راحتی اون رو تهیه بکنید. الان البته با یک تخفیف بسیار بسیار ویژه، فکر کنم با حدود 300 الی 400 هزار تومان میتونید از وبسایت آموزشی کد نویسمون رو تهیه بکنید و ازش استفاده بکنید. خیلی خوب، بگذاریم. ما کیو لیبل رو اینجا فراخوانی کردیم برای اشاره‌گر نیم لیبل. کیو لاین ادیت رو اینجا فراخوانی میکنم برای اشاره‌گر نیم ادیت. بچه اینا رو شما خواهید دید وقتی ازشون استفاده میکنیم که به چه معنی هستن. البته در موردشون به صورت کامل صحبت میکنیم و این صحبت کردن در رابطه با این ویجت ها هم برای این عزیزانی که با این ویجت ها آشنایی دارن میتونه آموزنده باشه، هم برای این عزیزانی که تا حالا با این ویجت ها کار نکردن. دونه دونه اینها رو با ذکر مثال در همین دوره رایگان بهتون آموزش خواهیم داد و بهتون میگیم که چطوری باید ازشون استفاده بکنیم. دوباره کیو لیبل رو من اینجا فراخوانی بکنم، کیو لیبل، و این بار بچه این لیبل رو همیشه در بیشتر مواقع اشتباه می نویسم و در این قسمت ایمیل لیبل. خب بذارید من بیام و از این قسمت این مورد رو کپی بکنم اینجا قرار بدم، به جای نیم لیبل بنویسیم ایمیل لیبل و دوباره در ادامه بیام از همین قسمت یک کپی بگیرم اینجا قرار بدم، به جای این اشاره‌گرها مثلا این قسمت رو بنویسم پسورد
چی شد؟ پسورد لیبل. خب همین پسورد رو از اینجا برمیدارم، میارم این قسمت قرار میدم. البته بچه ها لیبل نباید باشه، این قسمت ها باید ادیت باشه. قسمت رو من بذارم ادیت، این قسمت رو هم بذارم ادیت که بهتر باشه، چون اگر این کار رو نکنیم بعضی وقتها مطمئناً به مشکل خواهیم خورد. این قسمت، این مورد رو همینجا بنویسم. خب در ادامه کیو پوش باتون رو اینجا میام فراخوانی میکنم و در ادامه میگم که سابمیت باتون. حالا این قسمت فرضاً نام شخص رو می نویسیم، بعد از اون یعنی نامش رو دریافت میکنیم، ایمیلش رو دریافت میکنیم، پسوردش رو هم دریافت میکنیم و سابمیت باتون رو همینجا داریم که مثلا فرضاً اون شخص میاد روش کلیک میکنه و ثبت نام اون کاربر در حالا وبسایت ما باشه، در نرم افزار ما باشه، در به هر حال هر چیزی که مد نظر ما هستش اتفاق میفته و میتونه از نرم افزار مثلا استفاده بکنه. خب اینجا کنترل اس رو میزنم یا از این قسمت بچه‌ها سیو آل رو میتونم کلیک بکنم که کدهایی رو که نوشتیم اینجا ذخیره بشه. در این قسمت چیز دیگه نیاز نداریم، بریم سراغ فایل اصلی خودمون، یعنی قسمت مربوط به مین ویندویی که اینجا داریم. خب در قسمت اول میگم که سنترال ویجت رو داشتم، اینجا یک حافظه پویا براش در نظر میگیرم ویجت و در ادامه دیس رو اینجا قرار میدم و سمیکالن رو هم میذارم. بچه ببینید شاید خیلی از عزیزان الان سوال باشه براشون که من این کاری که اینجا انجام دادم رو آیا در دوره مقدمات تا پیشرفته توضیح دادم؟ 100% این کار رو انجام دادیم. یعنی زمانی که ما اشاره‌گری رو میایم و از روی یک کلاس مدل سازی میکنیم و میخوایم بهش یک حافظه پویا به نوعی در اختیارش قرار بدیم یا یک حافظه پویا بهش اختصاص بدیم، از این روش استفاده میکنیم که بسیار زیاد و به صورت مفصل در دوره مقدمات پیشرفته سی پلاس پلاس در موردش صحبت کردیم. الان دست از عزیزانی که دوره مقدمات پیشرفته سی پلاس پلاس دیدن میدونن که ما این مباحث رو به صورت کامل پوشش داریم. حالا در این قسمت میگم که set central widget، اینجا میام و central widget رو قرار میدم. ببین بچه‌ها این کاری که ما اینجا داریم انجام میدیم خیلی ساده است. من اومدم و یک ویجتی رو مدل سازی کردم و اون ویجت رو درون فرم خودم قرار دادم. حالا این ویجتی رو که درون فرم خودم قرار دادم جایگاهش رو گفتم در وسط فرم باشه. اوکی، حالا وقتی این کار رو انجام دادم سایر المان ها یا ویجت های خودم رو که میخوام درون یک گرید لایوت قرار بگیره رو هم میام و انتقال میدم به این ویجت خودم که به راحتی و به زیبایی بتونم اون رو به کاربر نمایش بدم. در مورد خود کیو ویجت هم انشاءالله برسیم، اگر عمری باشه صحبت خواهیم کرد. خب در ادامه میگم من یک لایوتی داشتم که از روی گرید لایوت به صورت اشارهگر مدل سازی کرده بودم. این قسمت میگم نیو کیو گرید لایوت و در ادامه سمیکولن رو قرار میدم. بچه ها میتونم اینجا بیام و دیس رو هم براش در نظر بگیرم، اشکالی نداره. اما این کار رو هم انجام ندم باز هم مشکلی پیش نمیاد. اینها ساختارهای گرافیکی هستن که به راحتی میتونیم ازشون استفاده بکنیم. حالا من در این قسمت میگم که یک نیم لیبلی داشتم برابر بشه با نیو کیو لیبل. حالا به من داد این کیو لیبل رو. در این قسمت بچه ببینید این نیو کیو لیبلی که اینجا دارم استفاده میکنم خب کانسترکتور یا سازنده مربوط به کلاس کیو لیبل هستش که این سازنده برای من میتونه مقادیر یا آرگومان های مختلفی رو بگیره. اینجا من میخوام 2 تا آرگومان براش ارسال بکنم. اول از همه میگم که اینجا نیم رو داشته باش
و در ادامه میگم که خود این فرم به عنوان والد شما باشه. اوکی، یعنی پدر شما همین فرمی باشه که درون اون قرار دادی. حالا در مورد دیس هم صحبت کردیم، فعلا کاری باش نداریم. در این قسمت بچه ببینید این نیمی که من اینجا قرار دادم میاد روی لیبل قرار میگیره. حالا در مورد لیبل هم صحبت میکنیم. زمانی که من بخوام بیام و از برنامه اجرا بگیرم شما خواهید دید که چرا من این نیمه رو اینجا نوشتم و لیبلی که من فرضاً اینجا میام ازش استفاده میکنم با این نیمی که نوشتم چه تغییری براش ایجاد خواهد شد. فعلا کاری نداریم. خب میام و در ادامه میگم که یک نیم ادیتی هم داشتم دیگه، اون رو هم میگم برابر باشه با نیو کیو لاین ادیت لاین ادیت. خب در این قسمت بچه ها برای این لاین ادیت هم یک آرگومانی ارسال میکنم، به صورت کلی همین فرم رو ارسال میکنم و میگم پرنت شما، پدر شما همین فرم باشه. این کار رو که انجام دادم در ادامه بچه ها ایمیل لیبل رو اول من کارش رو انجام بدم، میگم برابر باشه با نیو کیو لیبل و در ادامه این قسمت میگم که باشه ایمیل و پرنتش هم دیس باشه. میگم ایمیل ادیت هم داشتم نیو کیو ادیت لیبل، چرا نیاورد؟ البته لاین ادیت بود بچه، ببخشید لاین ادیت کیو لاین ادیت دیس پرنتد باشه. خب در قسمت بعد میگم که نیم ادیت رو نوشتم، ایمیل ادیت رو هم نوشتم. پسورد رو داشتیم دیگه، درسته؟ پسورد اول لیبل، بعد میگم نیو کیو لیبل. خب این قسمت بچه ها می نویسم پسورد، درسته؟ و در ادامه میگم که پرنتد باشه دیس. خب در ادامه پسورد ادیت رو دارم نیو کیو لاین ادیت. در ادامه این قسمت البته بچه ها من اینجا میام فقط دیس یا پرنتش رو انتخاب میکنم به صورت آرگومان. در مورد اینها صحبت خواهیم کرد انشاءالله در آموزش ها، زیاد نگران نباشید. من این قسمت رو بچه ها یه فاصله بذارم که مشخص باشه از هم دیگه جدا هستن. یک کیو پوش باتون هم داشتیم اگر اشتباه نکنم، میگم ساب میت باتون برابر باشه با نیو کیو پوش باتون. خب اینجا هم میام میگم که در این قسمت ساب میت و در ادامه پرنتت هم باشه دیس. در انتها سمیکالن رو هم قرار میدم. حالا ما اومدیم و در خود کانسترکتور یا سازنده اصلی مین ویندوی خودمون، یعنی اون فرم اصلی خودمون، اون ویجت هایی رو که نیاز داشتیم هم حافظه پویا براشون در نظر گرفتیم، هم ساختارشون رو مشخص کردیم. حالا چیکار باید بکنیم دوستان؟ خیلی ساده است. من باید بیام و هر کدوم از این ویجت هایی رو که اینجا دارم چیکار بکنم؟ به ساختار شبکه‌ای خودم یا گرید لیوت خودم اضافه بکنم. گرید لیوت من الان دیگه لیوت هستش. چرا؟ چون اینجا اومدم و از روی کلاس گرید لیوت یک اشاره‌گری رو به صورت کلی با نام لیوت مدل سازی کردم. دیگه با این لیوت من کار میکنم. اوکی، یه مدلی از روش ساختم دیگه. وقتی یه مدلی از روی این کلاس ساختم یعنی میتونم از تمامی قابلیت های این کلاس در این مدل استفاده بکنم. پس اینجا دیگه با لیوت اون رو میشناسم. میگم لیوت من در اینجا بچه‌ها چون به صورت اشاره‌گر هستش،
از این علامت باید استفاده بکنه. و حالا در ادامه میگم که ویجت میخوام بهت اضافه بکنم. چند تا ویجت میخوام بهت اضافه بکنم؟ خیلی ساده است، الان اینجا بهت میگم. ببینید یکی اینجاست، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و 7 تا ویجت میخوام بهش اضافه بکنم. در این قسمت بچه من میشمارم و 7 تا از این قسمت کپی میذارم. 1 2 3 4 5 6 و 7. درسته؟ این 7 تا رو اینجا قرار دادم. یه نکته وجود داره بچه، ببینید چون این اشاره‌گرهایی که اینجا ما داریم یا به صورت کلی در این قسمت اگر نگاه بکنید، این مدل سازی هایی که انجام شده از روی ویجت هستش. اینجا در لیوت خودمون از تابع اد ویجت استفاده میکنیم. دیگه ساده است، میخوایم اضافه بکنیم به این گرید لیوت خودمون چه چیزی رو؟ یک ویجتی رو دیگه. میگم ویجت اول کجا قرار بگیره؟ خیلی ساده، اول از همه میگم ویجت اول من باشه چه چیزی؟ نیم لیبل. حالا در ادامه میگم که در این قسمت کجا باشه؟ ببینید اینجا خیلی مهمه، ردیف صفرم و ستون صفرم. اوکی، ردیف صفرم و ستون صفرم. بچه اگر آرایه ها رو کار کرده باشید میدانید که آرایه ها اندیس ابتدایشون صفره. یعنی ما اگر یه آرایی داشته باشیم با طول 10 تا، یعنی 10 تا خونه داشته باشه، خونه دهم این آرایه اندیسش میشه 9. خونه اولین آرایه اندیسش میشه 0. حالا ما در برنامه‌نویسی هم همین رو داریم. اینجا بچه ببینید من میگم که در سطر صفرم ستون صفرم نیم لیبل قرار بگیره. حالا اینجا رو داشته باش، میگم در این قسمت اول از همه میام و نیم ادیت رو مینویسم، میگم در همون سطر صفرم اما در ستون اول قرار بگیره. اوکی، حالا اینا رو بهتون در شکل نمایش خواهم داد. پس در سطر صفرم ستون صفرم نیم لیبل، در سطر صفرم ستون اول نیم ادیت قرار بگیره. حالا اینجا رو داشته باش، میگم برو سراغ ستون بعدی. اینجا ستون بعدی من شمارش الان میشه عدد 1. الان بهتون در شکل نمایش خواهم داد. اول از همه میگم که این ایمیل لیبل رو داشته باش. اونو کجا بذار؟ در سطر اول ستون چندم؟ 0. یا میتونیم بگیم ردیف اول ستون 0. حالا این قسمت رو داشته باش، میگم ایمیل ادیت، میگم در همین ردیف اول باشه و ستون اول. چی شد؟ خیلی ساده است بچه. ببینید من عادتم این هستش که یه جوری آموزش بدم که شما متوجه بشید چه اتفاقی افتاده. شما یه جدول رو در نظر بگیرید. این جدول 2 تا ستون داره که ستون 2 تا ستون ها کاری به ردیف های این جدول نداشته باشید. این وسط میخوام بیام نیم لیبل و نیم ادیت رو درون اون جدول قرار بدم. گرید لیوت اینجا حکم اون جدول ما رو داره، چون به صورت شبکه‌ای میتونیم بیایم و اطلاعات رو یا ویجت ها رو درون اون قرار بدیم. بذارید بیام روی شکل بهتون نمایش بدم بهتره دوستان. ببینید این قسمت رو بچه‌ها، من میام ابتداً یک لیبلی اینجا قرار میدم و بعد یک لاین ادیت رو هم بذارید من بیام و قرار بدم. این لاین ادیت اینجاست، این یکی. خیلی خوب، یک لیبل دیگه و یک لاین ادیت دیگه. دوباره میام این قسمت میگم که این لیبل، این لاین ادیت. حالا برای این ستا کافیه. من این قسمت رو بیام تنظیم بکنم که شما ببینید. بچه ها گرید لیوت من الان چند تا ستون داره؟ 1 و 2. درسته؟ چند تا ردیف داره؟ 3 تا. نکته‌ای که وجود داره در برنامه نویسی، در جدول یا در آرایه فرقی نمیکنه، همیشه سطر اول ما اندیسش 0. درسته سطر اوله اما اندیسش
صفره. ستون اول هم اندیسش میشه صفر. پس وقتی میگم که در سطر صفرم ستون صفرم مثلا تکست لیبل قرار بگیره میاد اینجا. وقتی میگم در سطر صفرم ستون یکم مثلا لاین ادیت قرار بگیره کجا میاد این قسمت. حالا وقتی میگم در سطر یکم ستون صفرم یک لیبل دیگه قرار بگیره میگم این میشه سطر یکم ستون صفرم اینه دیگه، درسته؟ 0 1. اوکی، میاد این قسمت. میگم در سطر یکم ستون یکم لاین ادیت قرار بگیره میاد اینجا. بچه این ساده ترین روشی بود که میتونستم بهتون بگم چه اتفاقی داره در این قسمت میفته. حالا میگم که پسورد لیبل رو هم دارم، اون رو می نویسم و میگم در این قسمت چه اتفاقی بیفته. برو کجا؟ برو در ردیف 2. اوکی، 0 1 و 2 در ستون چندم؟ صفرم قرار بگیر. حالا میام این قسمت میگم یک پسورد ادیتی هم دارم، اون رو میگم در کجا؟ در همین ردیف، این بار در ستون اول قرار بگیر. در انتها میگم که در این قسمت کاری که میخوام برام انجام بدی این باشه که پوش باتون من که بود ساب میت کجا قرار بگیره؟ بره در ردیف سوم و ستون فرزن صفرم. میتونم در ستون یکم هم قرار بدم. تموم شد؟ آره. حالا این کاری که باید انجام بدم ساده است. میگم central widget set layout بشه. با کدوم لایه؟ با لایوتی که اینجا مدل سازی کردم. این لایوت رو بنویسم تموم میشه. بچه ها ویجت من درون خودش این لایه رو قرار میده. ویجتی که خودش در وسط فرم قرار گرفته، درسته؟ با استفاده از چه چیزی؟ این خط کدی که اینجا نوشتم. میتونم برای پنجره‌ای که باز میشه چیکار بکنم؟ بیام و یک عنوانی رو هم انتخاب بکنم، بگم set window title. کجا داریم این مورد رو؟ تایتل. ویندو تایتل رو نداریم؟ نمیدونم، فکر کنم داشته باشم. آها این قسمت هستش. میتونم مثلا بنویسم grade layout مثلا example. درست نوشتیم example رو؟ امیدوارم درست نوشته باشیم. خب اینجا این کار رو انجام دادیم. من بیام سیو آل رو بزنم، از برنامه اجرا بگیرم. بچه ها همیشه حواستون باشه وقتی در این قسمت میایید و حافظه پویا از سیستمتون میگیرید و به یک شیئی ارائه میدید، بعد از اینکه کارتون تموم شد در دیسترکتور یا مخرب اون حافظه رو برگردونید به سیستمتون که اون حافظه اشغال شده واقعی نمونه و سیستمتون بتونه از اون حافظه دوباره استفاده بکنه. این کار درستی نیست که ما بیایم مثلا به این شکل حافظه پویا رو دریافت بکنیم، حافظه سیستم رو اشغال بکنیم و بعد دیگه اون رو به سیستم بر نگردونیم. برای این کار چیکار باید بکنیم؟ خیلی ساده بچه‌ها. ببینید این قسمت این دیلیت رو اینجا داریم. میام و چیکار میکنم؟ این قسمت برای لیوت مینویسم اول. خب بعد دوباره این قسمت دیلیت رو من بنویسم برای نیم لیبل. بعد دوباره دیلیت رو بنویسم، این بار برای نیم لاین. چی شد؟ نیم لاین رو مگه ما نداریم؟ من نیم لاین رو دارم دیگه. نیم ادیته. ادیت رو بنویسم و از این قسمت بچه دوباره دیلیت رو هم بنویسم و ایمیل لیبل. حالا از این قسمت من میام یه کپی میگیرم، دیلیت رو من بنویسم
حالا این قسمت بیام ایمیل ادیت رو اینجا قرار بدم، یک کپی کامل ازش بگیرم، اینجا پیست بکنم، 2 این 3 اینجا پسورد لیبل رو قرار بدم، بعد پسورد ادیت رو قرار بدم، در انتها هم سابمیت باتون رو قرار بدم و فکر نکنم دیگه چیزی نیاز داشته باشیم از برنامه اجرا بگیریم. امیدواریم که درست کار بکنه. فکر نکنم مشکلی داشته باشیم چون همه ساختار رو به درستی اینجا تنظیم کردیم و رعایت کردیم اصول رو و مطمئنا برنامه باید بدون مشکل برای ما اجرا بشه. خیلی خوب درست اجرا شد. ببینید بچه‌ها در این قسمت این فرم اصلی ماست دیگه، درسته؟ یک ویجتی وسط این فرم قرار گرفته و با استفاده از این کدهایی که نوشتیم مثلا گفتیم ببینید نیم، ایمیل و پسورد، این قسمت ها بود مثلا می نوشتم نیم، ایمیل و پسورد، لیبل ها رو اون تکستشون رو تغییر میده و در ادامه اینجا مثلا گفتم که این لیوت من بیاد در سطر صفرم. ببین سطر صفرم این قسمت، البته بچه‌ها این میشه ستون صفرم، ستون اول، سطر صفرم، سطر یکم، سطر دوم و سطر سوم. اوکی، حالا این قسمت ببین گفتم نیم لیبل من، این نیم لیبل من اینجاست دیگه، درسته؟ که نیم میشه تکستش میشه نیم. اوکی، کجا قرار بگیره؟ گفتیم در سطر صفرم، ستون صفرم اینجا قرار گرفت. حالا نیم ادیت من کجا باید قرار بگیره؟ این نیم ادیت منه دیگه، درسته؟ گفتیم در سطر صفرم، ستون اول. حالا مابقی رو بهش نگاه کنید. فرضاً این پسورد ادیت رو ببینید، این پسورد ادیت که من اینجا دارم اینه. حالا این بحث لیبله. این قسمت گفته کجا قرار بگیره؟ گفته در سطر دوم، ستون اول، 0 1 2. خب اینجا باید قرار بگیره، اما کجاش؟ در سطر دوم، ستون چندم؟ دوم. البته ستون اول میشه بچه‌ها، 0 1 سطر دوم، ستون اول، این قسمت، درسته؟ پس کلیات استفاده از گرید لیوت همینه بچه‌ها. ما با استفاده از این ساختار میتونیم بیایم و چیکار بکنیم؟ ساختار شبکه‌ای برای خود برنامه‌مون ایجاد بکنیم. آیا من میتونم بیام و کار دیگه انجام بدم، ستونهای بیشتری اضافه بکنم؟ بله دیگه، بستگی خودتون داره. میتونید ستونها رو مثلا اینجا بگید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا باشه. اوکی، این دیگه خودتون بستگی داره که چطور این کار رو انجام بدید. حالا من این قسمت اگر بخوام بیام و کاری انجام بدم که شما ببینید، بذارید مثلا این سابمیت رو من بگم در سطر صفرم، ستون مثلا دوم قرار بگیره که شما ببینید. من اینجا بیام و این مورد رو انتخاب بکنم، بویلد بشه، ازش اجرا بگیریم، ببینیم آیا در اون قسمتی که مورد نظر ما هستش این دکمه قرار میگیره یا خیر، که 100% همینطور خواهد بود. ببینید گفتم در سطر صفرم، ببینید سطر صفرم، ستون دوم. ستون دوم یعنی ستونی با اندیس 2، 0 1 و 2 اینجا قرار گرفت. به این راحتی ما میتونیم بیایم و ساختار شبکه خودمون رو تنظیم بکنیم. امیدوارم که از این آموزش هم نهایت استفاده رو برده باشید. تا دیداری دوباره شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.